سلام دوستان، چه دارین؟ خوش اومدین به این ویدیو. من رادین هستم و اینجا کانال رادین زده. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. این ویدیو موضوعش در مورد بدترین تا بهترین نسخه های اساسینز کریده. بچه‌ها این نسخات بیشتر از سر تجربه و از سر نمره‌ای که اومده، از سر نمره‌ای که تو سایت بهشون داده شده نیست. بس کردم. خب دیگه وقتتون نمیگیرم، بدون معطلی بزنیم بریم سراغ ویدیو. رتبه 13 یعنی بدترین نسخه اساسینز کرید بازی اساسینز کرید روک هست. حالا دلیلش رو بخوام بهتون بگم، ببینید گیم پلی اونقدر فرقی نداشت. ببینید چیز خفنی نبود، چیز خفنی که بگیم نداشت. یه بازی خیلی متوسط بود ولی یه اشکال خیلی مهم داشت. کرکتر ما تمپلار بود، یعنی بر ضد اساسین ها بود، یعنی کامل بر ضد اساسین ها بود و ما تو این بازی خیلی از اساسین های معروف رو حتی میکشیم. برای همین این تضاد داستانی خیلی موج میزد، برای همین این رتبه رو در لیست به خودش داد. خب بازی 12 بازی اساسینز کرید ریولیشن. دلیل اینکه اساسینز کرید ریولیشن در رتبه 11 قرار داره اینه که بازی اساسینز کرید ریولیشن هیچ وقت اون شاهکاری که بقیه اساسینای از این لیست به بعد بودن نبود. نسبت به سالش بازی خوبی بود ولی اساسینز کرید همیشه بهتر از اساسینز کرید ریولیشن داشتیم. حالا به رتبه 13 همیشه داشتیم و بدترین چیزش این بود که مراحل تکراری بود. تا یه حدی مراحل تکراری می شدن، مثلا هی محافظت از قلعه، هی ساخت بمب، هی این کار، هی اون کار، اینطور بود. اشتباه نکنیم، بعضی اوقات سورپرایزتون میکرد ولی نه اونطوری که فکرشو میکردیم. مثلا بازی مثلا اساسینز کرید برادرهود آدمو سورپرایز کرد. خب برای همین رتبه 12 به خودش میده توی این لیست و رتبه 11 بازی اساسینز کرید 1. دلیل اینکه این حرفو میزنم اینه که بازی اساسینز کرید 1 بازی خوبی بود ولی اولین نسخه بود. یعنی مثلا الان شما اولین نسخه جی تی ای با وی آی مقایسه کن، نمیخوره. خب نمیشه. بازی اساسینز کرید 1 از زمانش جلوتر اونقدر نبود، بازی معمولی بود و من یه مشکلی خیلی چیزی که با التایر داشتم شخصیت اصلی این بازی اینه که اونقدر اساسین ماهری نبود، جزو اولینا بود. رتبه 10 بازی اساسینز کرید 3. بازی رتبه 10 رو توی لیست قرار دادیم اینه که ببینید بازی اساسینز کرید 3 بازی بود که گرافیکش بهبود یافته بود، چون کانتر اتک یا همون فن زدن رو به قول خودمون تغییر کرده بود، همچنان حالتی. ولی یه مشکل خیلی مهم داشت، مثلا دکمه دویدن و پریدن یکی بود. همین باعث میشد خیلی جای بازی شما گیر کنی، اعصابت خورد بشه و همچنان حالتی. و برای همین مشکل خیلی بزرگ اساسینز کرید 3 رتبه 10 رو به خودش توی این لیست اختصاص میده. رتبه 9 توی این لیست بازی اساسینز کرید سندیکا هست، جایی که شما رو به انقلاب صنعتی میبره و به لندن، شما تو لندن دارین بازی میکنین و در نقش 2 خواهر برادر در فرقه های اساسینز کرید قرار دارید. و دلیل این که بازی اساسینز کرید سندیکا این رتبه رو در لیست به خودش اختصاص میده اینه که ببینید یک سری باگ ها و مشکل ها داشت که در آپدیت های دیگه رفع شد. یعنی بازی بود که باگی داشت، حالا نه در حد اساسینز کرید یونیتی، ولی خب و یک مشکل دیگه که داشت در کنترل رانی و کنترل کردن شخصیت بود. کلا یه مدت آپدیت دادم ولی درست شد. کلا رتبه 8
بازی اساسینز کرید یونیتی. دلیل اینکه بازی اساسینز کرید یونیتی در اینجا یه لیست قرار داره نسبت به سندیکا، داستان و گیم پلیشه. اساسینز کرید یونیتی فقط از نظر فنی به مشکل خورده بود که اونم با آپدیت های مختلف هی کمتر شد تا جایی که اصلا وجود نداشت. مثالشو بخوایم بزنیم، مثلا بازی سایبرپانک بازی خوبی بود ولی فقط فنی مشکل داشت که با آپدیت درست شد. رتبه هفتم بازی اساسینز کرید اوریجینز. این بازی بسیار خوبی بود و پایه‌گذار یه سری تغییرات بود که در اساسینز کرید های دیگه مثل والهالا و غیره کامل شد. و این بازی در مصر روایت میشه که این میتونه یه چیز خیلی جذاب باشه. مومیایی ها و مبارزه های فایت های بسیار جذابی داشت، مخفی کاریاش، گرافیکش، هر چیزی از هر لحاظ چیز خیلی خوبی بود. ولی بازی های بهتر از این توی لیست ما هست. دلیلش اینه که توی این جایگاه هست و رتبه هفتم به خودش اختصاص میده. در رتبه ششم بازی اساسینز کرید اودیسه رو داریم. این بازی در دوران جنگ ایران و یونان و روم روایت میشه و یه نکته خیلی جالب راجع به این بازی بهتون بگم. اول بازی شما باید ایرانی ها رو بکشید و ادامه بازی حالا داستان مختلف اسپویل نمی کنم. و در کل این هم بازی خوبی هست ولی چطور بگم، مثلا با بقیه بازی های تو لیست قابل مقایسه اونقدر نیست. از این جا به بعد رتبه پنجم بازی اساسینز کرید بلک فلگ. دلیل اینکه این بازی تو رتبه پنجم قرار داره جذابیت زیادشه. قایق رانی، دزدهای دریایی و نوآوری‌های خیلی زیادی که تو بازی وجود داشته و باعث شده که این بازی رتبه پنجم رو تو این لیست به خودش اختصاص بده و مشکل اونقدری نداشته و داستان جذابی داشته و تو کشتی و دریا شما باید با تمپلارها می‌جنگیدید و همین داستان خیلی جالب میکنه که یه تنوع خیلی خوبی مثلا بعد یه عالم نسخه بیاد. رتبه چهارم بازی اساسینز کرید میراج. دلیل اینکه این بازی تو رتبه چهارم قرار داره اینه که شما در بازی اساسینز کرید میراج گیم پلی خیلی خوبی دارین، گرافیک و حالا هر چیز دیگه ای، داستان هیچ نقصی نداشت، هیچ مشکلی نداشت و چیزهای بهتری هم داشت. حالا اون چی بود اینا هیچ موقع یادمون نره، اینکه مپ همون مپ قدیمی بود، همون مپ بازی اساسینز کرید یک بود. تجدید خاطره خیلی قشنگ میشد برای کسایی که از قدیم دارن بازی اساسینز کرید رو بازی میکنن. رتبه سوم بازی اساسینز کرید والهالا. بازی که با گیم پلی به شدت جذاب اما طولانی بود که این خیلی هنر خاصی میخواد که یه بازی رو اونقدری قوی بسازی که گیم پلیش خیلی خفن باشه و تایم پلیش خیلی زیاد باشه. یه چیزی حدود تقریبا 40 ساعته و در کل بازی خیلی خوبی بود. داستانش هم همه اینا به کنار همشون بی‌نقص. رتبه دوم بازی اساسینز کرید برادرهود هست و دلیل اینکه این بازی در رتبه دوم قرار داره اینه که این بازی با کرکتری به اسم اتسیو، بهترین اساسین ها، به خوبی 1 سال بعد از نسخه دوم اساسین ها پخش شد، انتشار یافت و هیچ مشکلی نداشت و گیم پلیش خیلی خفن بود، خیلی بهتر از هر کدوم از بازی پشتش بود. گیم پلیش از میراج، والهالا، یونیتی و هر کدوم از همه اینا گیم پلیش بهتر بود و در کل چیزی که باعث شد این بازی خیلی دست بالا گرفته بشه و دومین و بهترین بازی اساسینز کرید باشه دومیه اینه که
داستانش به شدت خوبه و گیم پلیش و هر ویژگی که یه بازی ایدئال داره رو داره و به جزو بهترین بازی‌های تاریخ قطعاً رتبه اول و بهترین نسخه بازی اساسینز کرید، بازی اساسینز کرید 2. دلیل های خیلی زیادی هست که ما این بازی رو تو رتبه اول قرار دادیم. نمره بالا، چه میدونم قدرت خیلی زیادی که بازی داشت، عالی بودنش، هر چیزی. مهمترین نکته این بود بازی نمیذاشت که شما ولش کنید و برین اونور. یعنی بازی گیرای خیلی خوبی داشت و از اولش که با اتسیو شروع میکنید تا آخرش این بازی باعث میشد که شما بتونین ساعت ها پاش بشین و خسته هم نشین و در هیچ کدوم از مراحل این بازی خسته کنندگی و بد بودن وجود نداره. خب دوستان خیلی مرسی که این ویدیو رو دیدین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر از این ویدیو من یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و اگر خواستید ویدیو بیشتری بسازیم کانال رو دنبال کنید.